انقدر با هیچ پسری در ارتباط نبودم، من انقدر بی‌اعتماد به نفسم که یعنی دوستای من مناسبت ها رو به پسرها تبریک میگم. باید ببینید. روزت مبارک. یه دونه پسر داریم ما، روزش مبارک بشه. اوه صدای تقویم میاد، روز پسر شده. آقا روزتون مبارک. من به پسر میخوام تبریک بگم، انگار بسته پستی آوردم. سلام، روزت مبارک. اصلا شیطنت بلد نیستم، انقدر پسر ندیدم اصلا بلد نیستم چوری به تبریک روز پسر بگم. سلام، روزت مبارک. انشالله خدا از پسری کمت نکنه. چی باید بگم؟ تک پسر خانواده، انشالله خانوادت هیچ وقت داغ پسر نبینن. من چی دارم میگم؟ کسب و کارت پربرکت. اصلا بلد نیستم چی باید بگم که. دوستای من یه کارایی میکنن، یه کادوهای ارزون ولی خوبی میخرن. من تنها چیزی که تو ذهنمه یا کمربنده یا کیف پوله. قیافمو کلم بروکلی هفته پیش یخچال میمونم، میگوی سید شده رو میمونم، پوستو حالم از خودم من میخوره.